ارتش آزادی بخش بلوچستان از روز گذشته آغاز یک عملیات گسترده تحت عنوان ایروف را در سراسر بلوچستان اعلام کرد. به گفته این سازمان، این عملیات با حمله یگان فداییان تیپ مجید به قرارگاه ارتش پاکستان در منطقه لسبیله آغاز شد و به صورت همزمان به دست کم 10 مقر نظامی ارتش پاکستان در مناطق مختلف بلوچستان حمله شده است. این سازمان با انتشار ویدیوهایی از داخل یک مقر نظامی ارتش پاکستان اعلام کرد نیروهایش به مدت 11 ساعت این پادگان را در کنترل خود داشته‌اند. جیند بلوچ سخنگوی ارتش آزادی بخش بلوچستان اعلام کرد در حمله گریلاهای بلوچستان به مقر نظامی ارتش پاکستان در لسبیله 56 نظامی ارتش پاکستان کشته و 10 تن دیگر نیز مجروح شده اند. این سازمان ضمن انتشار این تصویر که محل دقیق درگیری‌ها در 10 نقطه را مشخص کرده، خبر داد که به چندین ایست و بازرسی نظامیان پاکستان نیز حمله کرده است. بر اساس اطلاعیه منتشر شده از سوی ارتش آزادی بخش بلوچستان، نیروهای این سازمان به صورت همزمان تمام بزرگراه‌های اصلی ایالت بلوچستان را مسدود کرده و به نیروهای کمکی ارتش پاکستان که به سوی مناطق درگیر در حرکت بودند نیز حمله کرده است. در جزئیات این اطلاعیه آمده است که گریلاهای گردان فاتح و نیروهای ویژه ارتش آزادی بخش بلوچستان در جریان حمله به نیروهای کمکی ارتش پاکستان دست کم 62 تن از آنها را کشته و 10 نفر دیگر را مجروح کرده اند. ارتش آزادی بخش بلوچستان مجموع کشته های ارتش پاکستان در عملات شبانه روز گذشته را 118 نفر اعلام کرده و همچنین مشخصات 2 تن از گریلاهای خود که در جریان این عملیات کشته شدند را نیز منتشر کرده است. در همین حال تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد گریلاهای بلوچ در خیابان‌های شهرهای مختلف از جمله در شهرهای تربت و کلات در حال تردد هستند و خبری از حضور نیروهای نظامی دولت پاکستان نیست.